سلام 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 بر بزرگواران ریاضی. خب ما زنگ قبل اومدیم چی رو شروع کردیم؟ تعریف مشتق رو شروع کردیم. داشتیم به شما میگفتیم که محاسبه مشتق به کمک تعریف چگونه است. خب محاسبه مشتق به کمک تعریف چگونه است. بعد اومدم برای شما چند جمله‌ای را مثال زدم، قدر مطلق رو گفتم، جزء سعی رو گفتم، رسیدم به برادر رادیکال. یه مثال زدم fx مساوی است با ریشه سوم x در نقطه صفر. آخرین مثال ما بود. حالا اون مثال رو x2 میکنم. اینو در نقطه صفر. بچه ها همتون برید ببینم، خسته اید، واقعا حق دارید، ولی راهیه که خودتون آگاهانه انتخاب کردید دیگه. خب مشتق این تابع در نقطه صفر رو بگیم. f' صفر می شود حد fx ریشه سوم x2 منهای f صفر x منهای صفر x به سمت صفر. حاضر شدید؟ دو سه نفر هنوز حاضر نیستن. خب اینو سادهش کنم، اینو با مخرج ساده کنم، قبول دارید میشه ریشه سوم x به سمت صفر میکنم. تو قبلیه ساده کردیم، مخرج شد ریشه سوم x2. خب علما یه بار صفر بیشتر مثال بزنم میشه 1 به صفر بیشتر. صفر کمتر مثال بزنم میشه 1 به صفر منفی، میشه منفی بی‌نهایت. چی نوشتی؟ مرسی فاطمه، مرسی فاطمه. خب صفر مثبت، مثبت بی‌نهایت، صفر منفی، منفی بی‌نهایت. در کل مشتق در نقطه صفر وجود نداره، مشتق پذیر نیست، اما مماس عمودی داره. ریشه سوم x2 رو من برای بچه های خوبم رسم بکنم. ریشه سوم x2 نمودارش بچه ها به این صورته، ریشه سوم x2. بعدا اینو به شما یاد میدم ولی چیز سمت راستش به این شکله، سمت چپشم به این شکل، ریشه سوم x2. منطقی هم هست دیگه، صفر صفر تقارن داره، هرچی مثبت بدی منفی هم همون ارزو میگیره. فقط شاید بگه آقا تعبیر اینو به من میگی و تعبیر اینو، این مثبت رو چجوری تعبیر بکنم این منفی رو. ببینید بعدا یه جا من به شما یاد میدم بچه ها، هر وقتی مشتق مثبت باشه صعودیه. الان نگاه کنید برای سمت راست f قبول دارید اینجا تابع صعودیه، واسه همین مشتق سمت راست مثبت. برای این شاخه نگاه بکنید نزولیه، پس مشتقش شیبش باید منفی بشه. واسه همین نگاه کن بی نهایت شده، مماس عمودی داری. خب این منظور مماس عمودی. خوب یاد بگیرید اینو، یه چیزی یاد بدم. این الان تو به من میگی اصلا طبق شکل، میگم آقا مشتق راست در صفر، مشتق چپ در صفر، مماس عمودی داره، بی نهایت میذارم، پس این به خاطر مماس عمودی. میگه آقای صابر علامت رو چجوری بفهمم؟ ببین سمت راستش مثبته،
صعود میکنه، پس اینجا مثبت میذارم، سمت چپش نزول میکنه، اینجا منفی میذارم. آخه بعضی وقتا تو بعضی از این تستا شکل میکشه میگه علامت رو به من بگو، شکل میکشه میگه علامت رو به من بگو. الان اینو فهمیدین؟ فاطمه، ساینا، خب الان اگه فهمیدید منو خوشحال بکنید، من یه شکلی برای شما میکشم، شما علامت بی‌نهایت ها رو به من بگید. الان این شکل مثلا یه تابعی به این شکل میشه، اینجا نقطه 1، اینجا هم خط مماس داشته باشه. شما به من مشتق چپ در 1، مشتق راست در 1 علامت هاشو به من بگید. از اینکه مماس عمودی داره چه نتیجه میگیریم؟ از اینکه مماس عمودی داره میگیم مشتقش بی‌نهایت. فقط علامت ها رو به من بگید، راستش، چپش، آباریکالله، آباریکالله، آباریکالله. الان بی‌نهایت که 100%، راستش تابع نزول میکنه داره میاد پایین، چپش تابع داره صعود میکنه، پس مثبت. خب از بس هم دور نشم، من داشتم رادیکالی ها رو میگفتم کجا مشتق دارد کجا مشتق ندارد. خب اومدیم مثال رادیکالی زدیم، توانش رو 1 دادم مشتق پذیر نشد، توانش رو 2 دادم مشتق پذیر نشد، توانش اگه 3 بدم تو 3 رو با 3 خط میزنی میاد بیرون. حالا فرض کن توانش 4 باشه، در نقطه 0 به من بگو که در نقطه 0 مشتق چپ و راستش چی؟ برو ببینم. ریشه سوم x4 مشتق بگیر از راه تعریف، نری از راه فرمول، نرو. خب ریشه سوم x4 چی شد؟ سینا 0، هانیه 0، امیرعلی، ساینا. خب میگم f' 0 حد fx f0 x به سمت 0. صورت کسر این رادیکال ساده میشه، x4 رو بنویسم x3 ضرب در x میشه x ریشه سوم x به x x به سمت 0. اینو با این ساده کنیم میشه حد ریشه سوم x، دیگه چپ و راست معنی نداره، میشه 0. پس خط مماس دارد و 0 میشه. میگه آقا نمودار این به چه صورته؟ بچه ها اگر گفتم بعضیا اینو بلد نیستن هیچ ایرادی نداره، این شکلو توی آخر این فصل قبل از اینکه کاربرد رو شروع کنم بهتون یاد میدم. این x4 مثل درجه 2 میکشم، دلایلش گفتم بماند، این در نقطه 0 مشتق پذیر. پس الان من میتونم برای رادیکال یک نکته بگم، برای رادیکال یه نکته بگم. شاید بگه آقا چرا فرضیه زوج مثال نمیزنی؟ اون میشه مشتق در یه بازه، هم اون بحث رو کاری ندارم، فعلا فرضیه فرد رو براتون جمع‌بندی بکنم. نوشتید اینو بچه ها، یه خورده سریعتر بحثای خوشگل برسیم جمعش بکنم. عالیه بچه ها، بنویسید توجه fx مساوی است با فرجه m x منهای آلفا به توان n.
فرض کردم اول اصلا m فرد باشه. خب به خاطر دامنه، درگیر دامنه نشم. بچه ها شما از من بپرسید در x مساوی آلفا مشتق دارد یا ندارد بستگی داره. اگه توان از فرجه کوچیکتر شد، مشتق ناپذیره، ولی خیلی تاکید میکنیم تنها جاییه که مشتق ناپذیره ولی مماس رو داره، ولی مماس قائم دارد. اگر n بزرگتر مساوی m شد که مشکلی نداریم، مشتق پذیره. پس رادیکالیا کجا مشتق پذیر نیست؟ تجزیهش میکنیم. اونایی که توانشون از فرجه کمتره مشتق پذیر نیست. بزرگتر یا مساوی بود اصلا گیری نداره. مثلا بچه ها x ریشه سوم x در x منهای 1 در x منهای 2 به توان 4 به شما میگه در چند نقطه مشتق ناپذیر است؟ در چند نقطه مشتق نداره. باشه، ساینا نوشت 1، سالار 1، فاطمه 1، نهال 1. آخه چقدر شما خوب صحبت میکنید. باریکلا، خدایی باریکلا، دمتون گرم. ببین نکته‌ای که تو این سوال گذاشتم، اینجا x، اینم x. خب این به توان فرجه برسه بره زیر رادیکال، خیالم راحت میشه. این میشه x4 x منهای 1 x منهای 2 به توان 4. الان این مشکلش حله، فقط چون توان این از فرجه کمتره مشتق ناپذیر. آفرین. کسی هست میگیر کرده باشه؟ قشنگ گفتید بچه‌ها، دمتون گرم. خدایی سر ذوق اومدم، با این که فکر میکردم که تا با شما اونس بگیرم و کلاس دستم بیاد طول میکشه. بالاخره شما دارید هم 11 الان میخونم 12، یه ذره برای من معلمم سخته، ولی دمتون گرم. کسی اینو گیر نکرد؟ عالی بود. الان یه تابع دیگه، چند ضابطه‌ای هم به دخترای خودم یاد میدم و پسرای خودم یاد میدم. خب بعد از این دیگه دستمون یه ذره باز میشه. پس شما برای خود میخواین نظم بدید، من تعریف مشتق رو همزمان با مشتق توابع خاص دارم میگم، یعنی قدر و جزء و رادیکال آخری. الان چی باید بگم؟ الان مشتق چه تابعی رو باید بگم؟ ببینم کی یادشه. الان مشتق باریکلا بنویسید. مشتق توابع چند ضابطه‌ای. اول بچه ها من با مثال میگم، بعد نتیجه گیری میکنم. بنویسید fx مساوی است با ضابطه بالا x بزرگتر مساوی 1 x کوچکتر از 1. این باشه x2 به علاوه 2x این یکی، یه لحظه، سیکس به شما بگه مشتق این تابع رو در نقطه 1 برای من حساب کنید. خب مشتق این تابع، بازم میگم ما داریم فعلا از راه تشریحی میریم. حد fx
منهای F1